پرایمر آپادانا. این پرایمر آپادانا هست که یکی دیگه از محصولات صنایع رنگارزین پارسه هست و برای زیرسازی ازش استفاده میشه. زیرسازی رنگ‌های مثل مولتی کالر و رنگ‌های آب‌پایه. برای این کار خیلی روش کار ساده هست. مثل رنگ‌های سنتی اول در ظرف رو باز می‌کنیم و کاملا هم می‌زنیم و بعد هر مقداری که نیاز داشته باشیم بهش آب اضافه می‌کنیم و بعد دوباره انقدر هم می‌زنیم که یک نواخت بشه و بعدم با استفاده از قلممو یا روله یا همینطور اسپری می‌تونیم این محصول رو استفاده کنیم. من الان پرایمر آپادانا رو با یه مقدار آب رقیقش کردم و حالا میخوام به کمک روله روی سطحم اجراش کنم. خب حالا باید صبر کنیم تا پرایمر ما کاملا خشک بشه تا بتونیم رنگ مرحله بعدی رو روش اجرا کنیم.